سلام به یه مکسی عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار قسمت دوم از بازی خرید و فروش ماشین رو داشته باشیم. اگه از ویدیو خوش اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که اولین نفری باشید ویدیو رو ببینه. بریم که ویدیو رو داشته باشیم. خب بریم برای قسمت دوم بازی خرید فروش ماشین یا همون کار دیلرشیپ سیمولیتور. خب دوربین درتون درست کنم. خب اینجا چراغ رو من روشن کنم. از نظر بهتر چیزا هوا بارونی انگاری شبه ولی روزه. دوتا ماشین هم داریم که اگه نمیدونیم کی خریدیم و چند خریدیم تو قسمت قبلی ببینید. تو قسمت یک هم تو یوتیوب هم تو آپارات براتون گذاشتیم، بریم ببینید. اینجا من اینجا میتونیم نیرو استخدام کنیم. من اینجا دو تا نیرو استخدام بکنم، هم برای دقیقه من اینو بیارم، هم برای تعویض چرخ، هم برای پولیش استخدام میکنم، هم برای کارباش. حالا اینجا نوشته که خودشون چقدر برمیدن، چقدر به ما میدن و کلا چجوریه. خب ببندیمش اینو. حالا مغازم اوپن نه سب کنه دقیقه اینو بیام بیرون. خب ماشین رو دقیقه. خب بریم تو مغازه رو اوپن کنیم. اوپن. خب این از مغازه. و حالا یه دقیقه و حالا بیاین اینجا دوباره این ماشین ولی خودش این ماشین راستیه رو میشه الان شد چپمون. این چپیه رو من میشه دوست دارم. راستی هم خوبه ولی خب چپیه حالا بهتره. خب بعد منتظر باشیم مشتری بیاد. اصلا اینجا نمیشه بری بیرون، خیلی بازی مزخرفی هستن. حالا من نسخه جدیدش میگن اومده کارفورسل سیمولیتور، حالا جدیدتره اون. حالا اونم براتون ویدیوشو حتما میگیرم که شما قشنگ با اون بازی هم آشنا شید. الان این چایی هم میتونیم برای اینو بذارید، یا تو قسمت قبلی بهتون گفتم چایی هم برای اینا فنا کنیم میتونیم بکنیم بذارید. اینا خودشون کارشون رو میکنن. همین نیرو که استخدام کردیم اینا ماشین میشورن، هر کدوم هم کارا ما رو انجام میدن. یه درصد خودشون برمیدن ولی خب بهتر چون همه کارا رو انجام میدن. ما فقط اگه بخوام انجام بدیم فقط یه سری کارا میتونیم. اینا ماشین 120,000 تا گذاشته. یکم 150 تا. توفو اس ام 150,000 لیر. خب دوباره من بیام اینجا دقیقه بشینیم ببینیم مشتری نمیاد. فکر کنم امروز برام مشتری بیاد. حالا چون این بازی قبلا بازی کردم طبق تجربه فکر کنم امروز دیگه مشتری بیاد. و خب حالا یه نکته دیگه هم بخوام در مورد این بازی بهتون بگم اینه که اصلا نمیشه بیرون رفت و خیلی مثلا بی‌معنیه. هم که لرزید ببخشید. حالا اون بالا سمت چپ هم نور هستش ببخشید این بخاطر رینگ لایت. حالا من رینگ لایت کم جابجاش میکنم تو ویدیو بعدی که این مشکل یه نباشه براتون و شما راحت‌تر بتونید سفر ببینید. خب این پژو 301 خیلی ماشین خوبیه. تو رنج همین 300,000 تا 200,000 تا ولی خیلی ماشین خوبیه. ما این دوتا ماشین رو بفروشیم فکر کنم میتونیم بخریم. خب کارش هم داشت ماشین 300 این 301 رو بدین دوتا پرایده رو میدین. پراید توفو حالا هرچی هست اون فیات فکر کنم. توستن رو بخوریم. غذا من هم شد 84 آبمون 49. یه توست دیگه بزنیم بریم آب هم بخوریم. حالا اون کراش چای هم میتونستیم بخوریم. و به به مشتری اومد به خب داداشم خیلی توفو اس همون اون یکی 120
چند چی؟ 143 تا میخری. اوکی رازی، اوکی برو سل. چرا نگرفت سل؟ خب نوش جونه داشت، مبارکت باشه، برو لذتشو ببر. یکی از ماشینامونو فروختیم، خیلی خوب شد. حالا فکر کنم دیگه این قسمت حالا یکم دیگه شو من بگیرم. حالا تو هر قسمت ما یه روز بازی رو میریم، یه روزش میریم 120 گذاشتیم، 120 گذاشتیم میریم چند میخرم. اون ماشین قبلی ها 150,000 تا گذاشته بودیم، 120 تا فکر کنم خریده بودیم، 150 گذاشته بودیم. اینجا هم یه بخش داریم اینجا. حالا بذار من بیام اینجا آب بخورم. قشنگ آب بخور. آبمونم شد 147. حالا من برای بگراند و اینا هم تو ویدیو بعدی یه سری کارا میکنم که شما بیشتر ویدیو لذت ببریم. و تصویرم هم حتما تا حدود مثلا فکر کنم میشه 3-4 هفته دیگه، 3-4 هفته دیگه یه دوربین دیگه میاد از خودم فیلم میگیره و تصویر خودم اون بالا براتون میذارم. و تا تقریبا یه ماه دیگه استریم هم حتما براتون میذارم که شما استریم ها هم ببینین. زباله هم اینجا میتونیم بندازین تو آشغالی، مغازم تمیز شه. خب برای آقا چایی بذاریم. خب این از چای شما. یه ماشین مونده، این ماشین هم امروز بخرم. خب الان اینجا همه چی اوکیه دیگه. ولی خب کارباش کاش که نیرو نمیگرفتیم و خودمون کار انجام میده، حوصله‌مون سر نره. حالا من برم یه تحقیق بکنم ببینم اگه میشه اون نیرو رو حذفش کنیم تقریبا. خب جای ورک آپ و کارز آن، اینجا چنج یور کاری که ماشین خودمون عوض میشه. اینجا بای کار گرونن. چه لک شد دوست. این مشتری اومد. مشتری اومد. این ماشینمون رو بخرن دیگه ما راحت شیم. 115 تا میخریم. خب این 120 گذاشتیم ولی خب حالا 116 تا ببخشید، 116 تا فروش تمام. خب این ماشینمون هم فروش رفت. چقدر خوب ماشین فروش شما برو. خب الان دیگه من این کار دیتیلینگ و چنج تایرم ببندم و تمام. مغازم دیگه اوپن خودش میشه، حالا کلوز میشه. خب اگه از ویدیو خوش اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین که اولین نفری باشین ویدیو رو میبینین. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.